تو ضبط میکنه. دکتر حالا گفتیم که نیروها وزنشون برابر نیست و سلیمانی وزنش خیلی بیشتر از این کسایی که الان این ور اون ور تو دنیا دارن علیه ایران صحبت میکنن و میگن برید بمب بزنید به ایران و اینا، ولی الان خب بالاخره یه بخشی از بچه‌های ما، یه بخشی از فک و فامیل ما، یه بخشی از دوستای ما بالاخره تو خونه‌شون نشستن، چشم امیدشون به اینه که یه بمبی از اون بالا بیاد دیگه کار جمهوری اسلامی رو یه سره کنه تا بتونن یک سری از امکاناتی که تا الان نداشتن رو داشته باشن. مثلا برن بیرون، چه میدونم، یه مقدار مثلا اگر من میدونستم اگر من میدونستم با افتادن بمب همچین مطالباتی ارضا میشه، خودم میرفتم الان تو خط مسیح النجات، تو خط رضا پهلوی. والله هیچ اتفاقی نخواهد افتاد جز اینکه وضعیت به گونه‌ای بشه که حسرت این روزها رو بخوریم، بگیم آه کجایی اون روزهایی که تورم 2 رقمی داشتیم، آه کجایی اون روزهایی که ایست بازرسی تو خیابون‌ها بود، ای کاش تورم 3 رقمی داشتیم اما این روزهای پلید رو نداشتیم. این توهم. آمریکا، سرباز آمریکایی میاد اینجا دختر و ناموس مردم رو تجاوز قرار بده، اون میاد برای ما آزادی بیاره، برای ما توسعه بیاره. اینا رویا فروشی و حماقت، اینا تبدیل مردم به زامبی، اینا کور کردن چشم خودآگاهی که ملت بود، این توهینه. و البته یه دم دارن به خاطر پول خود فروخته در واقع به این گفتمان ها دامن میزنن. به همین دلیل من برای نیروها ارزشی قائل نیستم. علیرضا بذار تو همش سوال میکنی از من، بذار من از تو سوال بکنم. تو هم یه تجربه اجتماعی داشتی نه؟ تجربه اجتماعی به این معنا که تو هم در واقع مقابل مقاومت بودی، تو هم نقاد بودی، تو هم اصلاح طلب بودی. من سال 96 98 علیه جمهوری اسلامی و شخص خامنه‌ای شعار میدادم تو خیابون. حالا چه الان کجای کاری؟ الان چه تجربه ای؟ یعنی احساس میکنی چه نسبتی با واقعیت پیدا کردی؟ چه نسبتی با مردم پیدا کردی؟ چه نسبتی با این فرهنگ و میراث تاریخی پیدا کردی؟ احساس نمیکنی که در واقع تولد دوباره‌ای پیدا کردی و جهان رو داری جور دیگری میبینی، با عینک دیگه، با رنگ دیگه؟ آره واقعیتش من تمام این مدت آدم افسرده بودم. حالا نمیگم خیلی آدم ضعیف، ولی خیلی نه امیدی داشتم نه کار خاصی انجام دادم. اولین برنامه‌ای که از من گرفتی در برابر من قرار گرفتی، نگرفتی بود؟ اشتباه میکنم تقریبا. نه البته داخل نظام شده بودم اون موقع، ولی در برابر شما بودم، در برابر این اندیشه مقاومت به این شکل بودم. ولی خب واقعیتش اینه که خیلی تاریخ معاصر رو نخونده بودیم. این مدت به نظرم یه فرصتی پیش اومد که یه مروری بکنیم. یعنی خامنه‌ای رو اگر بذاریدش تو بستر ایران امروز بخونید، به نظرم میرسه که خیلی باش ارتباط برقرار نمی‌کنه. خیلی یه آدم دیو صفتی می‌بیننش که داره پولای ایران رو میریزه تو لبنان و سوریه و اینور و اونور، نمیذاره ایران توسعه پیدا بکنه و مدام داره به جوونا و افراد مختلف زور میگه. ولی وقتی تو بستر تاریخ میخونیدش، به نظرم میرسه که داره این آرزوی دیرینه ما برای مستقل بودن رو محقق میکنه. ما آرزومون این بوده، یک دولتی داشتیم، دولت مصدق، اون داشت تلاش میکرد تو این راه یه قدمی برداره، ما رو به یک استقلالی برسونه، یه فرصتی گرفت برای اینکه به هر حال ارتش رو زیر سیطره خودش بیاره، سعی کنه به هر حال نفس رو ملی کنه. و مصدق دقیقاً خلأش همین بود، برخلاف آقای خامنه‌ای که به نظرم محکم ایستاد و استقلال نظامی رو گرفت که بتونیم استقلال تو بقیه حوزه‌ها داشته باشیم. مصدق نتونست، یعنی نتونست حامیانش رو مسلح بکنه و این بود که با یک سری لات و اوباش و فاحشه تو خیابونا دولت ملی و دموکراتیک مصدق سرنگون شد. به نظر ما استمرار همون تجربه رو داریم، یعنی اگر ذره کوتاه بیایم تو این مسیر، دوباره دولت ملیمون سرنگون میشه و دوباره همین مسیر رو و یه بار دیگه تو تاریخ طی کنیم. علیرضا، پیام من، حرف من به این بچه‌های نسل مهسا
نسل مهساها اینه که بچه ها از یک زندان ذهنی، یک زندان فضای مجازی خودتون رو آزاد بکنید. من نمیگم جهتگیریتون رو تغییر بدید، شما فقط بپذیرید که اسرائیل و آمریکا دوست نیستن، دشمنن. کل جهان بینیتون دگرگون میشه. پاشید بیاید تو خیابون بچه ها، بیاید با بچه حزب الله یا حرف بزنید، بیاید متقاعدشون کنید که راهشون غلط. بیاید فقط ببینید آیا این تصویری که شما ساختید که مثلا بچه های مقاومت، بچه حزب الله ها سرانگشتان نظام دیکتاتوری خمینی هستن، ببینید واقعا اینطوریه بچه ها. من نمیگم بیایید اصلا مواضع رو قبول بکنید. میگید بسیجی آدم کش، بیایید این آدم کشا رو ببینید. من مطمئنم ما میتونیم بنیانهای یک رنسانس رو در این کشور داشته باشیم. بیایید مشارکت کنید، در صحنه حضور داشته باشید، یک چیز رو به رسمیت بشناسید: آمریکا و اسرائیل دوست این ملت نیستن. بعد شما یه اورینتیشن و جهتگیری جدید پیدا خواهید کرد. بعد با مشارکتتون در دفاع ملی بچه ها شما به بسط سیاسی این جامعه کمک کردید. الان شما حضور ندارید، فضا یک پارچه میشه. بیایید در دفاع ملی. چرا حاکمیت نمیتونه بعضی نیروها رو نفی بکنه؟ چرا ناچاره تابع اونها باشه؟ به این دلیل که اینها در حیات اجتماعی مشارکت دارن. الان رهبری جدید هم اومده، مگه میتونه نیروهای کف خیابان رو نادیده بگیره؟ مگه اون نیرویی که پشت لانچرا نشسته جونش رو میده و جوانیش رو برای این کشور میده مگه نادیده گرفته شدنیه؟ تو چه کردی که در این کشور نادیده گرفته نشی؟ تو قبل از اینکه فریاد بزنی بر سر حاکمیت که حاکمیت من رو نمیبینه، حقوق من رو رعایت نمیکنه، برای اینکه تو چیزی نیستی. تو اول به یک موجودیت تبدیل شو، به یک وجود مؤثر تبدیل شو با مشارکت اجتماعی در کشور، در دفاع. بعد اون موقع ببینم کدوم قدرت اجتماعی میتونه تو رو نادیده بگیره. دکتر اینم بگم بالاخره دیما هم یک بخشی از این مردم اومدن تو خیابون جمع شدن، اعتراضشون هم اعتراض مسلحانه نبود، یعنی یک تا 17 تاریخی داشتن. دقیقاً اون اعتراضات این گناه مردم نیست. یعنی ببینید اعتراضات به حق بود و تا روز 17 ما درگیری نداشتیم، مگر در یک دو منطقه که حدود اونم به دلیلی که در یک منطقه از کشور که سابقه درگیری های مسلحانه بود. تا روز 17 علیرضا من فیلمش رو دیدم، بعضی از مردم نیروهای انتظامی واسطادن که مردم آسیب نبینن، نیروهای انتظامی واسطادن مردم آسیب نبینن و در واقع مردم با چشم خودم دیدم در فیلم، البته که در یک از فیلم ها به نیروهای انتظامی دست گل میدادن و این کاری بود که رضا پهلوی باید میکرد. رضا پهلوی در میان پاری از بازاری‌ها، در میان پاری از مردم پایگاهی به دست آورده بود. اگر او همین شعور رو داشت که میگفت به نیروهای انتظامی دست گل بدید، خیلی از این نیروهای انتظامی جزو محرومترین اقشار این جامعه هست، با حقوق ماهی 12 میلیون 10 میلیون 600. اما اشتباهی که کرد و مرگ خودش رو مسجل کرد رضا پهلوی که به مردم گفت که بیاین خیابان‌ها رو تسخیر کنید. تسخیر خیابان یعنی چی؟ و از اون برم ترامپ نادان گفت که من به حمایت میام و فضا. ما در 17 تا 17 هم حتی دستور شلیک نداشتن، حتی سلاح نداشتن، به همین دلیل بعضی از این بچه‌ها تکه تکه شدن.
17 و 18 بود که صحنه دگرگون شد. یعنی نیروهای رسمی وارد، در واقع نیروهای رسمی، نیروهای تعلیم دیده، نیروهای PKK، کمله، مجاهدین اومدن، داعش، اینا اومدن و در واقع صحنه تغییر کرد. و خیلی از این جوونایی بودن که فکر میکردن تسخیر کلانتری مثل بازی تیوی گیم و بازی کامپیوتریه. یعنی تو فضای حدود 70-80% جمعیت بازداشت شده جوانای بین 16 سال تا 30-32 سالن. خب ببینید کلانتری هر کشوری نماد اقتدار، حاکمیت. سقوط کلانتری این سقوط حاکمیت، سقوط حاکمیت دست رفتن کشور. کاری که الان اسرائیل چرا کلانتری ها رو میزنه؟ چرا؟ خب همون موقع یه عده‌ای انجام دادن تو تمام دنیا از جمله آمریکا در فاصله کمتر از 1.75 متر قوانین رسمی کشوره. اگر فاصله فردی کمتر از 1.75 متر با مأمور پلیس بشه در حکم تروریسم و او دستور تیر داره. اما در کشور ما طرف میره رو ماشین کلانتری میشینه، میان نازش رو میکشن. آقا کار به اینجا رسیده که خواستن در واقع کلانتری ها رو بگیرن. بازار رشت، روح رشت بوده، همه رو آتش زدن. آتش نشانی اومده، ماموران آتش نشانی رو کتک زدن، ماشین آتش نشانی رو. خب این اعتراضات و از اون برم حاکمیت بچهای بسیج رو گفته دفاع کنید و اون بچه بسیج هم مثل یکی که جوونه، اونم چقدر آموزش دیده؟ مگه ماموران کلانتری چقدر آموزش دیدن؟ اصلا مأمور کلانتری نه دکتر بیژن عبدالکریمی، استاد فلسفه، مؤلف 20 جلد کتاب، مترجم، فلان و فلان. من ببینم یه جمعیتی داره سمت طرف من بیاد، به طور طبیعی من وحشت میکنم. من ویدئویی رو دیدم که فرمانده دستور میده پایین رو بزنیم، پایین تنه، و طرف از ترسش کنترل که بچه‌ای که سربازی رفتن، بچه‌ای که میدون تیر رفتن حتما این تجربه رو دارن. گاهی وقتا طرف از ترسش خودش رو خیس کرده در میدان تیر. اینا رو من دیدم زمان سرباز بودم و دیدم یک کسی که میخواست شلیک بکنه دچار آنچنان هیجان شد، کنترل اسلحه از دستش خارج شد از استرس. حالا فرض کنید 50 نفر دارن با قمه و چاقو و آتش روشن کوکتل مولوتوف به سمت کلانتری میان. وقتی آتیشی بلند میشه دیگه کنترلش دست حاکمیت نیست. اونم فکر کنم دیگه دست حاکمیت نیست. به همین دلیل که من یک دهه فریاد میزنم آقا این فتیله به اصطلاح افزایش شعله‌ور کردن آتش خشم و کینه نسبت به حاکمیت، من نسبت به گفتمان انقلاب بکشید پایین، انقدر افزایش ندید، یه روزی نمیشه جمعش کرد. کدوم یک از اعضای نظام دانش ما، روشنفکران ما، روحانیت ما، دانشگاهیان ما، مدارس ما آموزش دادن که آقا اعتراض تا کجا آزاده، بعد از اون دیگه اعتراض نیست و امنیت ملی به خطر میفته؟ اینا رو ما کجا به بچه هامون آموزش دادیم؟ کار روشنفکر بوده همواره انگشت اتهام به سوی حاکمیت ببره و حاکمیت رو متهم بکنه و هی کینه رو افزایش بده. اونورم همینجور. حاکمیت هم که مشکلات خودش رو داره، نمیخوام توجیه بکنم، بحران اقتصادی و داریم میرسیم. آقای مصطفی خامنه‌ای رهبر شده، چند کلام به رهبر جدید. من قبل از انتخابشون اعلام کردم هر کس بیاد من حمایت میکنم. قبل از اینکه ایشون انتخاب بشه من گفته بودم که هر کس بیاد انتخاب میکنم، حمایت میکنم. الانم خدای نکرده اگر ایشون جانشینشون ترور بشه، من از هر کس به عنوان رهبر در شرایط کنونی که با نظام سلطه درگیری و حاکمیت ملی کشور من و استقلال سیاسی کشور من در خطره، من حمایت میکنم. کلت چی بود مصاحبه سنه؟ والا این حقیقتی با همین بچه‌هایی که الان جلسه داریم، اون دفعه هم جلسه داشتیم،
اینا گفتن که ممکنه حمله اینا باشه. بعضی از بچه‌های نظامی هستن، یعنی کار نظامی کردن، الان هم توی قم رفتن دنبال کار نظامی. بعد تحلیل این بود دیگه، تحلیل خطا هم نبود، تحلیل این بود که ممکنه اینا بخوان دوباره حوادث دیماه رو تکرار بکنن، نیروی زمینی که ندارن. حرفم این بود که آقا ضبط میکنیم. آره. حقیقتا تحلیل این بود که ما برای اینکه کشور به هم نریزه دیگه، یعنی نگرانیم این بود که نگرانی بچه هم که هسته پیشگاه مطرح کردن این بود که ممکنه بخوان اینا کشور رو به هم بریزن. حالا فرض بکنید که آقای خامنه‌ای شهید نشده بود و خیابونا خلوت بود و یه عده می اومدن به اصطلاح بانک‌ها رو آتیش زدن، خرابکاری ایجاد کردن. و یه نکته دیگه این که یکی از حوادث زشت در این نوع شرایط سرقت و دزدی و امنیت محلی به هم میخوره و جایی که بمبارون میشن پشت سرش یه عده میان برای غارت خونه ها و اموال مردم. باز یه خطر دیگه حضور جریانات گنه، یعنی توی این کشور، توی تهران به حال افرادی هستن که منتظرن یکم شرایط به هم بخوره، فروشگاه ها رو تخلیه کنن، سوپرمارکت ها رو غارت بکنن، به بعضی از خونه ها تجاوز بکنن. خب همه این نگرانی ها رو ما داشتیم دیگه. و خب چقدر زیباست همه افراد بیان مشارکت بکنن، یه عده‌ای خاک برداری کنن، یه عده تو آتش نشانی کمک کنن و این مشارکت اجتماعی باعث میشه که یک نوع توسعه سیاسی شکل بگیره. گیر رسانه‌ها که می‌بینید اون قسمت حرفتون بود که گفتید کلت دیگه با خاک برداری اینا کسی کاری نداشت. والا اونا رو حالا اگه بخواید دنبال بهانه میگردن که اون نبود یک چیز دیگه رو بحث، والا بعد اینطوری تفسیر کردن عبدالکریم که مردم بکشن. خیلی تفسیر به این احمقانه‌ای یعنی نگفتیم برن کلت یاد بگیرن که برن مردم نه، قرار بود امنیت ما فکر کنیم ممکنه حتی یعنی اگر به همین ترتیب پیش بره، نمیدونم، نگرانی بیمورد بود. خود ما تجربه چند تا جنگ رو داریم و نگران بودیم که یه موقعی آمریکایی‌ها که جرئت نمی‌کنن البته، ولی یه موقعی اگه جنگ به اونجا کشید که مثل عراق نیرو وارد بکنن، ما که نمیتونیم منتظر رویداد باشیم و بعد آمادگی پیدا کنیم. ما باید آمادگی پیدا کنیم تا خود این آمادگی، همین که شما اعلام کنید یک بسیج ملی چند میلیونی وجود داره که آموزش نظامی دیدن، معادلات تغییر میده. اصلا خود طرح این مسئله باعث میشه که بسیار از طرح‌ها به اصطلاح غلاف بشه، عقب نشینی بکنن. همین جمعیت که الان ما با هم تو میدون انقلاب دیدیم، تو خیابونا دیدیم، فکر میکنید این رو توی ذهن و احساس و اندیشه استراتژیستا تاثیر نمیگذاره؟ حالا فرض کنید که ما تو هر کوچه بعد کوچه 4 تا جوان تعلیم دیده داشته باشیم که اینا محافظ اموال مردم، محافظ جون مردم باشن. منتها خب این تحلیل از اتاق جنگ اسرائیل یعنی ایران اینترنشنال بیرون میاد. میدونی که اسم جنگ هم چی گذاشته ایران اینترنشنال؟ بله. اسم جنگو چی گذاشته ایران اینترنشنال؟ جنگ آمریکا و اسرائیل در حمایت از مردم ایران. اسم جنگ این. آخه کدوم احمق اینا رو باور میکنه؟ در واقع این توهین به شعور جهانیانه. اصل پسا سیاست هستیم، یعنی دورانی که دیگه سیاست، دیپلماسی اساسا معنا نداره. ظهور خشونت عریانه. بشر در طول تاریخ شهوت داشته، به همواره جنس مذکر به جنس ماده نگاه داشته، نیاز داشته، اما قواعدی وجود داره. تو نمیتونی هر جا هر چیزی خواستی بهش آویزون شی. این توحش قدرت، استعمار، چپاول قواعدی باید داشته باشه.
تاکنون در دوران مدرن بعد از ظهور استعمار جدید یه دیسکورسی به نام دموکراسی بوده، دیسکورسی به نام آبادانی بوده، میگفتن ما میخوایم مثلا آفریقا رو آدمشون بکنیم، دیسکورسی به نام استعماری که میخوایم آبادانی بیاریم، دیسکورسی به نام آمریکا با بسط دموکراسی بعد از جنگ جهانی دوم در واقع قدرت پیدا کرد وقتی بریتانیای کبیر افول پیدا کرد. یعنی با یه دیسکورسی سعی میکردن یک فریبی بدن. الان کاملا آشکار میرن رئیس جمهور ونزوئلا را توی خونش آدم ربایی میکنن به سهولت. اصلا من با آقای خامنه‌ای کار ندارم، اصلا مخالف سیاسی آقای خامنه‌ای قبول. شما رهبر کشور رو زدید، بعدم میگه هر کی دیگه هم بیاد میزنم، هر کی دیگه هم بیاد میزنم. من باید در تعیین رئیس جمهور دخالت کنم. یک نوع فاصله تکنولوژیک هم وجود داره، یک نوع فاصله تسلیحاتی هم وجود داره. خب من عبدالکریمی به عنوان یک معلم فلسفه که نگران حفظ حاکمیت ملی کشورم هستم، چگونه باید ابراز نگرانی کنم؟ چگونه باید با چنگ و دندان از این کشور، از این آب و خاک، از حاکمیتش، از استقلالش دفاع بکنیم؟ به نظر من که باید جوانان در صحنه باشن، به خصوص که من یک فشار روانی هم دارم با اون که بسیار از جوانان، چه ایران، مقیم ایران و چه ساکن خارج از کشور، ما چه کار میتونیم برای کشور بکنیم؟ ما باید یه سازماندهی اجتماعی داشته باشیم، یه سازماندهی اجتماعی داشته باشیم. الان 2-3 نفر از بچه‌ها از اروپا پا شدن اومدن، عبدالکریمی ما آمدیم، ما جا نداریم. خب یک نهادی باید شکل بگیره. حقیقتش اینه، ایده بسیج عمومی رو ما در دوران انقلاب داشتیم، یعنی هم در دوران انقلاب اینو بچه‌ها تجربه نداشتن و هم در دوران جنگ. اگه ما بسیج کردیم، به مردم اسلحه دادیم، مردم همدیگر رو کشتن، این کشور رو نجات دادن. واقعا البته یه ایرادی میتونم الان به حرفتون بگیرم، یعنی ایرادی که میگیرم در زمان انقلاب، خب روح انقلاب، اون انرژی انقلاب، اون غلیان جمعیه بر اکثر قریب به اتفاق مردم حاکم بود و امروز ما همچین روحیه‌ای رو بین مردم نداریم. آره جمعیت خیلی عظیمی اومده بود امروز میدون انقلاب، من 2-3 نقطه میدون انقلاب گیر کردم واقعا، ولی یک جمعیت عظیمی هم الان در سواحل مازندران و گیلان هستن. آره ببینید زمان جنگ هم چنین نبود که همه در عرصه جنگ باشن، ولی به نظر من وقتی من طرح مسئله کردم نیروهای اصیل تاریخی چه کسانی هستن، نیروهای اصیل تاریخی چه کسانی هستن، در واقع حرفم اینه که همه نیروهای اجتماعی هم وزن نیستن، یعنی 1 با 1 برابر نیستش. شما نمیتونید سلیمانی رو یک فرد بگیرید و مثلا فلان روشنفکری که الان تو کانادا است، حالا اسم نبرم، یا مثلا با رضا پهلوی یکی بگیرید، یا با نمیدونم خیلی های دیگه بگیم 1 با 1 برابر هست. شما دانشجو بودیم، منم معلم بودم، دانشجوهای ما بعضیا واقعا قدرت رهبری گروه اجتماعی دارن. دانشجویی میشناسم که در سن 23 سالگی میتونه وزیر یک وزارتخونه باشه، و دانشجویی دارم که هنوز پول جیبی از باباش میگیره، هنوز دوست دخترش باهاش یکم اخم میکنه، دچار یأس فلسفی میشه. خب اینا که همه رو نمیتونیم ما همسطح تلقی بکنیم. واقعیتش اینه که در واقع این نیرویی که شما میگید همه هم سطح نیستن، همه یک اندیشه نیستن، بخشی از مردم که میدونم حالا زمان جنگ هم بودن، زمان انقلاب هم بودن که همه که انقلابی نبودن، همه که، اما قصه این است که اینها صداشون پژواکی در فضای مجازی یافته که در واقعیت نیستن. این الگوریتم‌های فضای مجازی و اینستاگرام، یوتیوب، تلگرام به اینا صدایی داده، اینا نیرویی نیستن. دریا اقیانوس ملت در کف خیابان است.
حالا که اینترنت قطع شده اینها و نمایندگانشون کوشن. مگه میشه کشور رو با اینها نگه داشت؟ مگه اون روح، اصلا من صدام پژواک اون روح بود. یعنی این پاری از بچه هایی که کماکان به روح انقلاب قائل بودن پیشنهاد دادن که عبدالکریمی کمک کن. الان گفتمان انقلاب دچار یک رکود شده، دچار یک نوع لختی و اینرسی شده و نمیتونه توان ملی رو، خیزش ملی رو ساماندهی کنه. هر فرصتی بود که خیزش ملی که وجود داره در واقع ساماندهی بشه و خیلی از امور ناجوانمردانه بوده و هست و این ذهن‌های آلوده. عبدالکریمی مثلا دعوت کرده مردم رو به گلوله ببندید. آخه کدوم احمقی این حرف رو باور میکنه؟ کدوم احمقی حرف رو باور